بلدمم دایم شو آوالی باند دل ما بلدمم دایم شو آوالی باند دل ما اولین آهنگ که ما جور کرده بودم صنف دوی پانتون بودم که به نام آهنگ بند دل که جورش که صد لاهور شده بودک. تمام کاری که ما کرده بودیم داخل موسیقی از موسیقیش کار کرده بودیم. آقای پناهی شما بگین که سبک موسیقی شما کدام سبک است؟ ما خودم شخصا آهنگای اردو زیادتر گوشتم، چون آهنگای غزل که است در بین هزارگی دیگه در بین مردمی از مو یعنی از را زیادتر شنیده نمیشه. خیلی خوب. خب آقای پناهی شما بگین که اگر کسی بخواد هنر موسیقی را یاد بگیره به نظر شما تا چند ساله میتونه یاد بگیره هنر؟ درسایی که از استادا یاد گرفته اونمو چیزا را همون کوشش مونه که کسایی که نامایه بین موسیقی بلدش نشان بده که یعنی چیز مو خوانده یعنی رقم میشه. آقای پناهی بگوین که اهمیت هنر موسیقی را در جامعه شما به حیث هنرمند چگونه میبینید؟ دیگه یک نفره که او اصلا هیچ چیز یاد نداره او را مورا پیسه میده که در استودیو تو یعنی آهنگ بخوان او دیگه نشرش سر از ما. او آدم اصلا هیچ نمیفهمه که می شعر از چیه چی نیه، او مورا میخوانه او باعث میشه که امو در اهمیت موسیقی از جامعه از ما بخی خلاص شونه که فعلا هم شده. ما میبینیم بعضی مردم هستن که هنر موسیقی را به تمسخر میگیرن و از هنر موسیقی برداشت منفی دارن. یعنی شما بگین که دلیل از کارشان یا از احساسشان در مقابل موسیقی چی است؟ یا مثلا الکل استفاده کنم یا موادهای دیگه ما شاید خوبتر بخوانم، اگر نه او نیه دیگه. ای مثلا اگر وقتی آدم در حالت عادی از حالت عادی برشونه او هیچ وقت خوب خوانده نمیتونه. اگر هنرمند نمی بودین دوست داشتین چیکار بودین؟ هر قطعه موسیقی همچون یک سفر است که انسان را از دنیای مادی به دنیای خیال و احساس میبرد. در این سفر صداها و ملودی‌ها نه تنها گوش را نوازش می‌دهد بلکه در دل نفوذ کرده و احساسات عمیق و ناگفته را بیدار می‌سازد. سلام‌های گرم زمستانی خود را تقدیم می‌کنم به یک شما خوبانی که ما را از چینل یوتیوب میم پروداکشن تماشا می‌کنید. خوش آمدین به ویژه برنامه امروزی ما که من روزینا لعلی تقدیمتان می‌کنم و به نوبه خود سال جدید 2025 میلادی را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می دارم و امیدوارم که سال خوشی و صمیمیت و سلامتی کنار خانواده تان سپری کنید. طبق معمول ما در این ویژه برنامه میم پودکاست میزبان آوازخوان خوش صدا و کسی که با آهنگهاش به دلها آرامش می بخشه هستیم. ایشان آقای طالب پناهی است. با ما همراه باشید تا از گفتنی هایشان و آهنگ هایشان لذت ببریم. بسیار خوش آمدین آقای طالب پناهی. تشکر، سلامت باشیم. من هم سلام خدا خدمت شما، خدمت بینندگان میم پروداکشن تقدیم منم با سال نورم برای تمام مردم عزیز خود تبریک میگم. در نخست یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین. طالب پناهی هستم، مدت 10 تا 12 سال میشه که بین موسیقی هستم. دیگه بیشتر چندین آهنگ دارم داخل یوتیوب. دیگه مصروف هنرها هستم فعلا. خیلی خوب. استاد درباره از صحبت کنین که از تحصیلات ابتدایی و عالی بگوین که مثلا در کجا خواندین و در کجا ختم کرد؟ ما تقریبا سال 2015 بود که در بنیاد آقاخان در کابل اونجا مدت 1 سال که است درس موسیقی رو خواندم. بعد از او که است از اونجا امتحان داده داخل پانتون کابل رشته هنرهای زیبا دیپارتمنت موسیقی مدت 4 سال اونجا خواندم. باز بعد از او که است آمدم پس کویتا تقریبا 6 سال دیگه میشه که اینجا فعالیت داریم. خیلی خوب. خب آقای پناهی شما بگین که از کدام سن شروع کردین به هنر موسیقی؟ ما دقیقا یادم نمانده، شاید هم سن 16 بوده شده. خیلی خوب. و اولین آهنگتان کدام آهنگ بود؟
اولین آهنگ که ما جور کرده بودم صنف 2 پانتون بودم که به نام آهنگ بند دل که ساختش امو جورش که در لاهور شده بودک. تمام کاری که ما کرده بودیم داخل موسیقی از اون موسیقیش کار کرده بودیم در لاهور بودک که امرای استاد محمد خان رفته بودیم. همونجا اولین آهنگ بودک صنف 2 بودم، آهنگ بند دل ساخته بودم. چه احساس داشتین بعد از شنیدن اولین آهنگتان و پخش اولین آهنگتان؟ خب هر کس که اولین آهنگ جور منه کوشش منه که امو زحمتی که مثلا چند سال کشیده باید اونمو رو در آهنگ خود نشان بده. اگر مثلا زیاد زحمت کشیده باید نشان بده. بعد از او که سعی مونه که باید ما یک آهنگ یا یک کمپوز یک شعری در نظر بگیریم که حداقل مردم که میشنوه باید بلدهش خوب تمام شنه، نه ای که مثلا یک نفر که پانتون بخوانه یا مثلا جای دیگه مثل بنیاد آخان بخوانه باز بود یک آهنگ جور کنه که اصلا دبای نزو که است فهمیده نشنه که آدم چقدر زحمت کشته یا نکشته. اول آهنگ که ما جور کردم خب خیلی مشکلات زیادم بوده دیگه، چون اولین آهنگ که است شناخت از نفر هر کس باشه، هر هنرمندی که باشه اولین آهنگ شه اونم اولین آهنگ که است شناخته میشه. پس هر هنرمند کوشش مونه که اولین آهنگ خب بسیار خوب تقدیم جامعه کنه. خب ما امو 2 سال یا 3 سال که تازه بین موسیقی بودیم تنیستیم که یک موسیقی خوب، یک آهنگ خوب که است بلده مردم تقدیم کنیم که بعدا خیلی دوستا تشویق هم کردن، خوش هم کردن دیگه. اولین آهنگ ما آهنگ بند دل بوده که جور کردیم. خیلی خوب. آقای پناهی شما بگین که سبک موسیقی شما کدام سبک است؟ سبک موسیقی ما دوره که داخل پانتون شدم، چون در پانتون که است ما سبک کلاسیک را که است یاد میگرفتیم، یعنی استاد مر درس میداد دیگه. باز ما سبک خیلی علاقه پیدا کردم بین سبک غزل که سبک غزل اول خود خیلی مشکله، دوم که است یک درکش هم برای مردم خیلی سخته تا که باید مثلا چون شعرهایی که برای زو انتخاب میشه زیادتر از شعرهای سعدی، حافظ، بیدل، این شعرهایی است که درکش بلده آدمایی که مثلا نخوانده باشه مکتب یا مثلا علم نداشته باشه خیلی سخته، چون آهنگایی که فعلا خوانده میشه بسیار عام فهمه، بسیار ساده دیگه. چون زیبایی خیلی زیبایی ها داخل غزل بوده، به این خاطر که ما علاقه زیاد که است بین غزل که است را آوردم. خب آقای پناهی شما بگین که هنرمند مورد علاقه شما کی است؟ خب هر کس که زمانی که بین موسیقی مایا حتما یک هنرمند یا یک الگویی که است بلده خو در نظر میگیره. مثلا بعضی کسا هست که ما خودم شخصا آهنگای اردو زیادتر گوشتم، چون آهنگای غزل که است در بین هزارگی دیگه در بین مردمی از مو یعنی از را زیادتر شنیده نمیشه. و اولین کاری که مثلا غزل را داخل شعرهای هزارگی را یا مثلا آهنگای هزارگی را که داخل سبک غزل آورد زیاد ساحل بود که ما بیشتر زیاد ساحل میشنوم و باز ما زیادتر آهنگای اردو میشنوم از مثلا مهدی حسن، نصرت فتح علی خان، غلام علی، یعنی آهنگایی که ما بیشتر میشنوم چون یک غزل ما خیلی خوش دلم و برای آرام بخشه. خب آقای پناهی شما بگین که چه وقت کورس موسیقیتون را آغاز کردین و تا هنوز چند شاگرد در بخش موسیقی شما تربیت کردین؟ خب ما تقریبا سال 2018 بوده که اولین بار که ما یک دفتر گرفتم و مقصد از این نبود که مثلا ما شاگرد بگیرم درس بدیم، چون موسیقی خیلی یک کار سخته، خیلی دریای کلانه دیگه. انسان تا که زنده باید یاد بگیره. ما 2018 بوده که اولین یک دفتر گرفته بودم که ما باید خودم تمرین کنم. حداقل درسایی که ما در پانتون خواندم باید بلدیم یک تمرین چون موسیقی یک رقم است که اگر تو یک روز موسیقی ریلا بدی فکر کو 10 روز از موسیقی پس میمونی، اگر 10 روز هم 10 ماه بوده. اولین دفعه ما که یک کورس دفتر گرفتم در سیگیت بوده دیگه، اونجا تمرین میکردم. البته موسیقی تنها نمیشه، باید یک راهنما باید همراهت باشه، باید یک طبله نواز همراهت باشه که در اون زمان
دیگه استاد خوب که همیشه قد از ما بوده استاد محمد خان، ما قد از وقت تماس گرفتم گفتم ما میخوایم تمرین کنم. باز استاد محمد خان هم گفت باشه مشکل نیه. دیگه روزانه تقریبا ما 4 ساعت 5 ساعت تمرین میکردیم. تا 11 بجه استاد میماد تا ساعت 4 بجه را با 4 بجه ما رفتیم نان چاشت میخوردیم. دیگه دمون مدت 1 سال که ما تمرین داشتیم، باز اولین کسی که داخل آمد دمونجی علی یاری از بچهای نوه که بسیار خوب میخوانه، او آماده پیش از ما که ما میخوایم یاد بگیریم. باز ما گفتیم که ما خودمون تمرین متوالی او قدر نشده که مثلا درس بدیم. خب اونا گفت خیر رقم است، هر قدر که یاد دارین ما میخوایم رو استفاده کنیم. باز اونمون شد که کم کم اولین نفر که آمد علی بوده. تقریبا 6 سال میشه که ما تدریس مونیم. البته مو درسایی که ما در پانتون خوانده، درسایی که از استادا یاد گرفته، اونمو چیزا را مو کوشش مونه که کسایی که نامایه بین موسیقی بلدش نشان بده که اینی چیزا مو خوانده، اینی رقم میشه. دیگه تقریبا حدود یگان شاید 20 تا 25 نفر شاگردا بوده که همدن یاد گرفتن رفتن. دیگه خیلی دوستایی که یال خیلی خوب میخوانن، خیلی نام دارن، دیگه همدن کار کردن، بعضی چیزا رو یاد گرفتن. دیگه از 2 سال شد دیگه تقریبا یعنی 6 سال میشه دیگه که درس میدیم. خیلی خوب. خب آقای پناهی شما بگین که اگر کسی بخواد هنر موسیقی رو یاد بگیره، به نظر شما تا چند ساله میتونه یاد بگیره هنر؟ خب نظر ده خود نفره. بعضی کسا هست که شوق زیاد داره، علاقه زیاد دارن. اگر دفتر یا مثلا جایی که متدرس منی یا درس میدی، راهنما فقط یک ساعتی که است ما برای ازنا میگی، باقی کار از او که است برای از خودشه که او چی رقم باید رو تمرین کنه. ما فقط یک راهنمایی منیم، مثلا این چیز نیت میشه، باقی ممنه در خودش که او باید چی رقم رو تمرین کنه. بعضی کسا هست که چون شوق علاقه زیاد داره، اونا خیلی زیاد تمرین نه و خیلی زود امو نتیجهش رو میگیره. اما بعضی کسا هست که فقط همونجا 1 ساعت مایه و موره دیگه او خیلی شاید دیر دوام کنه. ما دوستایی بودن که در ظرف 4 ماه یا 5 ماه خودش هارمونیم میزدک و خودش آهنگ پیدا میکرد میخواندک. و دوستایی هم هستن که مثلا یاد نداشت، یاد نمیگرفت، چون امو علاقه زیاد نداشت، فقط هم میمد امو وقت همونجا 1 سال کار میکرد دیگه کار نمیکرد. این حالم یک نفر اگه بخواه یاد بگیره، نظر در شوق از خود چیه. بعض ما اینال خودم شاید یک درسایی که ما یاد گرفتم در مدت 10 یا 12 سال یاد گرفتم، اما یک نفر که شوق داره و در 2 سال اون چیزا میگیره، همون درس میگیره، چون نظر در شوق خود انسانه که مثلا همزون نفره که او چقدر شوق داره تا که درسی که اونا میخوانه باید بگیره. خیلی خوب. و جهان سپاس از رایان فیشن و قالین فروشی ابریشم که برنامه ما را اسپانسر شدن. خب آقای پناهی شما بگین که آیا شرایط یادگیری هنر موسیقی حال آسان است یا او زمانی که مثلا شما میخواندید؟ دوره که ما میخواندیم او زمان خیلی مشکل بود، اما فعلا خیلی آسان شده. دوره که ما میخواندیم تقریبا باید خیلی زحمت میکشیدی، باید خیلی زجرا را مش میکردی تا که مرافتی یک چیز یاد میگرفتی. بعض وقتا ما اگر اونجا استاد نداشتیم، ما در کویت استاد نبود، اگر بازار ما رفتی، ما در 1 هفته اگر ما رفت شاید 1 روز یا 2 روز استاد گیر میکردی. از اینجا مثلا نیم ساعت 1 ساعت سر سایکل ما رفتی دیگه. وقتا خم مرسایکل هم نبود دیگه، سر سایکل ما رفتی یا در بست ما رفتی. بعض وقتا استاد بود، بعض وقتا استاد نبود. اما امروز بسیار آسان شده بلده کسایی که مثلا موسیقی یاد بگیره، چرا که دان خانهش از خانه برش نه هر جای دفتر موسیقیه دیگه میتونه خیلی خوب. زمانی که ما رفتی 1 دونه فرش صحیح نبوده، خیلی یخ هم بوده، نه گایس بود نه دیگه. اونمونج بسیار با مشکلات که است ما یاد میگرفتیم. اما امروز که است خیلی راحتی، در دفتر که بوری دفترها خیلی لوکس جورنن دیگه، مثلا توشک، گایس، برق، تمام چیز خیلی راحت یاد گرفتن چی. آقای پناهی بگوین که اهمیت هنر موسیقی را در جامعه شما به حیث هنرمند چگونه میبینید؟ خب اهمیت موسیقی اگر درست اجرا شنه بین مردم، درست بلده مردم نشان دیده شنه، در جامعه خیلی زیاد اهمیت داره. اینانی در جامعه از ما که فعلا شده اصلا موسیقی که است بخی از بین رفته. موسیقی از بین رفته. 1 نفری که مثلا هیچ چیز یاد نداره او مایا دمنی
یک سال یا 4 ماه یا 1 ماه و 20 تا آهنگ جور مونه، چون تمام چیز کامپیوتری شده. یعنی یک نفر اگه بخوانه دیگه نیاز نیه که تو تبله رو بفهمی، مثلا تو هارمونیا رو بفهمی. اون مورد 4000 یا 5000 در استودیو میده، او استودیو والا او رو جور نه، اون فقط میگه تو بخوان، باقی او رو مونتی گره تا میگره یک آهنگ جور مونه دیگه. او اینی چیزا کسا در جامعه خیلی ضرر داره. فعلا ما در خود کویته دوستایی که مثلا از اون طرف هم ده، از کابل هم ده، یا بعض وقتا انتقاد میشه که مردم کویته موسیقی را خراب کردن. او تا نیه، در بین کویته چند نه هنرمند بودن که زیادترایش فعلا در خارجه دیگه. دوستایی که اینجا منده دیگه تا امروز کدام کس سر از انتقاد نکرده که شما آهنگ صحیح نخواندین یا ما آهنگ مسخره کردین. اما امروز که خراب کرده تمام می یوتیوب چینل ها به خاطر منافع از خود دیگه، یک نفره که او اصلا هیچ چیز یاد نداره، او را مورا پیسه میده که در استودیو تو اینی آهنگ بخوان، او دیگه نشرش سر از ما. او آدم اصلا هیچ نمیفهمه که می شعر از چیه چی نیه، او مورا میخوانه، او باعث میشه که امو در اهمیت موسیقی از جامعه از ما بخی خلاص شونه که فعلا هم شده. به خاطر چی؟ به خاطر این کسایی که مثلا نو مایه اصلا از موسیقی چیز نمیفهمه، موسیقی رو بخی یک چیز عادی فکر کرده، بسیار یک چیز ساده. میگه استودیو برو 4000 روپیه بدی یک آهنگ جور که بیا مشهور میشه مردم گوش کنه. اما در اصل سایکنی اینا داره و موسیقی را از بین میبره، موسیقی هزارگیری به خراب مونن دیگه. خب کس نیه پرسان کنه دولت. مثلا بعض در کابل اگر ما رفت یک دفتر واز میکردی، باید ما رفت از ریاست موسیقی اجازه میگرفتی، ما باید دیپلم نشان میدادی که ما این قدر درس خواندم، باید امتحان میدادی. بعد از ما رفت یک دفتر واز میتونستی که مثلا ما درس میدادی یا خودمون تمرین میکرد. اما فعلا اون تنیه شهر کویته اون متره که هر کس که 1000 جای ما دفتر جور نبلده شاگرد میگیره، هر چیز که از دانش بر شد میخوانه دیگه، کس گبم نمیزنه. چی گفتنی داریم به ما اشخاصی که همچین کار میکنه و یعنی موسیقی را در راه درستش نمیخوانه؟ خب فعلا این رقم شده که زیادتر اگر ما ببینیم این حقیقت ه. دوستایی که مثلا ما را ببینه از بعد اگر کدام گپ بگه بالکل ما قبول داره. اما ما که فعلا سعی می‌کنیم موسیقی را فعلا یوتیوبرها خراب کردن. یک نفر که مثلا یک آهنگ میخوانه که مثلا در زبان از او اجنیه یک چیزی میخوانه که او غلط شعرش اشتباه دیگه، اما صبح یک نفر دیگه او رو میخوانه. به خاطر از چی که باش که اونا خو دقیقه زنیه که هنرمند عزت شموره یا آبروی شموره دیگه، شما میگه باید بیننده زیاد پیدا کنه، از او بیننده که زیاد پیدا کرد خو پیسه هم بلدش زیاد میده یوتیوب. از او خاطر با دقیقه زنیه که هنر خراب میشه یا دیگه میشه. هیچ کدام از ما بجز بعضی دوستا هسته که مثلا گفته که شما باید بخوانید، خوب بخوانید، ما دقیقه زنیم که مثلا این چیزا سایل شونه یا ویوش نشنه وش مشکل نیه، مقصد خوب خواندهش نه. اما فعلا کسا بعض یوتیوب چینل هسته که اونا دقیقش نیه، سعی در هر جایی که دل شد دنبوره در بغل خو میگیره، هر چیز که از دانج بر شد میخوانه. خب اینا خیلی بلده یک جامعه بسیار بده دیگه. ما پیام بلده از او کسایی دارم که اگر مثلا به جای از که شما مورین 4000 یا 5000 روپیه در استودیو یک آهنگ ناقلایی جورنید، برین امور پیش یک استاد یاد بگیرین. پیش یک استاد برین یاد بگیرین، از استاد پرسان کنید که والله موسیقی چی را میگه، ما وقتی که یک چی میخوانم باید چی رقم باشه، شعر چی باشه، کمپوز چی باشه، باید تمام معلومات درباره موسیقی حاصل کنه. بعد دیگه باید یک آهنگ جور کنه. ما اینال خودم تقریبا شاید 12 سال بین موسیقی میشه، ما در 12 سال شاید 12 آهنگ نداشته باشم. چون هر دفعه یک انسان وقتی که یک آهنگ جور نه، باید وقتی ما این بار یک آهنگ جورنم دوم دفعه آهنگ از ما که ما جورنم باید از یک خوبتر باشه، نه که از بدتر باشه. و چیزی که ما جورنم باید از خود جور کنیم. وقتی ما خود هنرمند میگیرم، هر چیزی که ما جورنم ما از خود باید جور کنیم، ما خودم تلاش کنم. هر کس همون قدر خلاقیت داره که بتونه یک کمپوز جور کنه، چون تلاش کنه کوشش کنه میتونه جور کنه. اما فعلا اون تنیه، فعلا بچه مویه که داره جور کنه، پیسه بگیره و جور کنه، پیسه بگیره ناق ویدیوها جور کنه دیگه، استفاده کنه از هنر با زمین یوتیوب چینل ها دیگه، با واخو استفاده نه از هنرمندا دیگه. علمی چیزا هست که باعث شده که هنر خیلی کم ارزش شده فعلا.
خب آقای پناهی، شما بگوین که ما میبینیم بعضی مردم هستن که هنر موسیقی را به تمسخر میگیرن و از هنر موسیقی برداشت منفی دارن. یعنی شما بگوین که دلیل از این کارشان یا از این احساسشان در مقابل موسیقی چی است؟ خب دوستایی که مثلا انتقاد منه یا نظر منفی داره اونا حق داره، به خاطر که ما امیالی شاید دوستا دیده باشه، کلی دوستا بچهای هست که اصلا از موسیقی چیز نمیفهمه، اونا مورد دخترها رقص دلجی مونه دیگه، در برنامه ها که میشه دخترها ششته و رقص و دیگه. خب هر کس که باشه، ما اگه باشم سعی کنم که مثلا اینجا یک دختر شده رقص و موسیقی، اصلا موسیقیش نیه فقط یک کیبورد داغنه یا یک چیزا یا یک رباب یا یک دنبوره که میگیرن، اصلا موسیقیش فهمده نمیشه. اونا در دنیای از خود رقص و دیگه هر کس که باشه بینگرنه مگه موسیقی خویت نیه. موسیقی خب باید آدم باید بیشه گوش کنه. ما در سابق هم خیلی هنرمندا داشتیم، یک دنه زوار ما تا امروز ندیدیم که مثلا ویدیو جور کده باشه، کدام دختر دو رقص کده باشه. واقعا کسایی که هنرمند بوده مثل ناشناس وری، مثل استادای دیگه ظاهر و ویدا وری، حتی خودمی هنرمندی خود ما داو سرخوش تا امروز ما اوش نگدیم که با وجودی که اینقدر محبوبه بین مردم، اینقدر مشهوره دیگه، ما اوش نگدیم که اگان ویدیو جور کده شه که دو دخترها رقص کده باشه یا مثلا دو دخترها چک چک کده باشه. فعلا موسیقی که است آدمی فکر کنه که فعلا موسیقی گوش نمیشه، فقط دیده میشه. وقت تو یک ویدیو جورنی تو دیگه نیاز نیه که آهنگ بشنوی، تو باید سعی کنی که داخل از چی کار شده دیگه. همون حسی شنیدو بین موسیقی نمانده. وقت که است مردم که است فقط موسیقی رو میشنوید، اگر یک جای یک محفل مشد مردم قدر تایب یا چیز ثبت میکرد، مردم میال گوش نه، فقط موسیقی رو گوش میکرد وقت. اما اگه امروز گوش کدو نیه، فقط واسه این تصویر که باشه چی کار کرده، یک جا رقص کرده، یک جا خطا شده، یک جا خندق ده، فقط این چیز شده، فقط مردم سایل مونه دیگه ایتر نمیشنوه. خیلی خوب. خب آقای پناهی، ما اکثریت هنرمندا را هم دیدیم هم شنیدیم که اونا از مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا الکل. شما چی گفتنی دارین برای چنین اشخاص؟ خب بنال بعضی کسا هست که مگه دایی خود تسکین میده یا مگه که ما چون شنیده، فقط شنیده که والله ما اگر الکل بخورم یا مثلا الکل استفاده کنم یا موادهای دیگه ما شاید خوبتر بخورم، اگر نه او نیه دیگه. ای مثلا اگر وقتی آدم در حالت عادی از حالت عادی برشونه، او هیچ وقت خوب خوانده نمیتونه. ما کسایی وش کدوم که مثلا در حالت عادی خیلی خوب خوانده، ما در حالتی که مثلا چی بوده یا نیشه بوده یا مواد استفاده کرده اصلا هیچ نفهمده که ما چی میخوانم. این حالی بعضی کسا این خو یک دروغ چیزه مگه، مثلا از استفاده از مواد که است آواز آدم را خوب مونه یا آواز آدم را خیلی شفاف مونه، او تنیه. خود گلون که است داخلی گلون خیلی ریشای نازک وجود داره، وقتی که تو خراب شنه دیگه آواز خراب میشه. وقتی تو از او صحیح محافظت نکنی آواز خراب میشه. اونا از تمرین میشه. تو اگه بیشی در روز 2 ساعت یا 1 ساعت تمرین کنی خیلی تاثیر داره بالای آواز. خب آقای پناهی، شما پیشتر درباره آوازخوان‌های هزارگی گپ زدین. چرا در موسیقی هزارگی یعنی کدام نوآوری ایجاد نمیشه؟ چون موسیقی هزارگی سرش کار نمیشه. اگر سرش کار شونه چیزای جدید که است میتونه پیدا شونه دیگه. یک خو مشکلیه که سبک همی موسیقی هزارگی اینا که است، همی کاری که مومنی در بین موسیقی هزارگی نوتایش بسیار کمه. ما در موسیقی میخوانی که اگر از این 5 نوت کمتر، اگر از 5 نوت اگر کم شونه مو نمیتونی یک آهنگ جور کنی. مو از 5 نوت گرفته تا 7 نوت را میتونی کار کنی، از او زیادتر. مثلا ما اگر بخوای یک راگ تشکیل بدی، راگ منظورم زو یک نغمه ای که ما تشکیل بدی، یک آهنگ که ما جور کنی باید از 5 نوت پایین نباشه یا از 7 نوت زیادتر نباشه. اینالی موسیقی هزارگی که موسینی داخل 4 نوته، 4 نوت که به او خاطر کی است جور کدویش هم خیلی مشکل هم است، اما اگر کار کنن، اگر کار مشودک خیلی زیاد، مثلا خیلی پیشرفت زیاد موجود داشت که میمد داخل موسیقی هزارگی. خب آقای پناهی، در ادامه بگوین که پیش کدام اساتید درس خواندین و به کدام کشورها سفر کردین؟ خب ما دوره که در بنیاد خان بودی در پیش استاد سلیم بخش بود،
که در بنیاد خان مور تدریس میکرد. یک سال مدت یک سال اونجا خواندیم پیش تا سلیم بخش. بعد از او کسی در پانتون کابل که استاد ما به نام استاد دکتر وحید ساغر که اونا ماستریخ را از هند گرفته بودک. باز در اینجا که آمدیم در سین پیش استاد پیرل و استاد لیاقت لطیفی پیش از این استادا کسی ما کار کردیم. خیلی خوب. خب آقای پناهی، به عنوان سوال آخر شما میپرسم که اگر هنرمند نمی بودین دوست داشتین چیکار بودین؟ خب ما اگر هنرمند نمی بودم خیلی علاقه زیاد کسی در فوتبال داشتم، چون شاید یک خوب فوتبالر بودم، چون خیلی علاقه زیاد در فوتبال دارم ما. و حالا هم فوتبال بازی میکنین؟ دقیقا هفته 3 روز یا 4 روز ما فوتبال می‌کنیم. خب دوستان عزیز، رسیدیم به دقایق آخر برنامه و در این قسمت از آقای طالب پناهی سپاسگزاری میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتین و به ما وقت گذاشتین تا همراه شما برنامه داشته باشیم. خب و نگفتن اما یک جهان سپاس از اسپانسرهای برنامه ما، قالین فروشی ابریشم و رایان فیشن. و بینندگان نهایت عزیز، برنامه خود را خاتمه میتیم با چند از آهنگ آقای طالب پناهی و این بود ویژه برنامه میم پودکاست. و فراموش نکنید که چینل میم پرودکشن را لایک، سابسکرایب و شیر نموده و نظرات و پیشنهاداتتان را در کامنت با ما شریک سازید. تا دیدار بعد، بدرود. فرشته دختر قوما لب چشم نمیه، دیری از من نمیه. فرشته دختر قوما لب چشم نمیه، دیری از من نمیه. مثل سالای قدیم ده سر باده نمیه، دیری از من نمیه. مثل سالای قدیم ده سر باده نمیه، دیری از من نمیه، دیری از من نمیه. خدیات مامات کی فرشته کٹ شده، جوان و کاک شده. خدیات مامات کی فرشته کٹ شده، جوان و کاک شده. یه فرشته منیه یار گین منیه، یه فرشته منیه یار گین منیه. کاش که یک روز خدا شک فرشته مبیه، یار گین مبیه. کاش که یک روز خدا شک فرشته مبیه، کاش که خانه مبیه. فرشته دختر قوما لب چشم نمیه، دیری از من نمیه، دیری از من نمیه. سال کار دیران ده سر کور کدوم گلر پور کدوم. 2 سال کار دیران ده سر کور کدوم گلر پور کدوم. دیگه هیچ غم ندارم، غمی عالم ندارم. دیگه هیچ غم ندارم، غمی عالم ندارم. کاش که یک روز خدا شک فرشته مبیه، کاش که خانه مبیه. کاش که یک روز خدا شک فرشته مبیه، یار گین مبیه. فرشته دختر قوما لب چشم نمیه، دیری از من نمیه. مثل سالای قدیم ده سر باده نمیه، دیری از من نمیه، گیری از من نمیه. تا میدی قار میکنه، لج میکنه، رای خوره کج میکنه. روی خوره تا میدی قار میکنه، لج میکنه، رای خوره کج میکنه. گوشوگانه خریدم سونی
از رمادم گوشگان خریدم سونی از رمادم کشکی یک روز خدا شک فرشته مبیه یاری گینی مبیه کشکی یک روز خدا شک فرشته مبیه یاری گینی مبیه فرشته دختر قوما لب چشم نمیه دیری از من نمیه مثل سالای قدیم ده سری واده نمیه